زین واژگو سلام الله gedim balalarını baş üstüne getirim uca ses verin ya ta ebed گفت باید خونلerde Hüseyin harage مسیری که شروع شهادته یا eller başta hareket ediniz ne kurban کرار خامنه ای نگهدار وای وای بی کس مظلوم الصدیق الشهید همتی از پرتو خورشید حق ما خادمان ملت غریب بذار که بی پرده بگم امام رضا دیوونتم یا حسین. خب از این خبر همه ناراحت شدیم. بالاخره یک رئیس جمهور مردمی و یک رئیس جمهور خستگی ناپذیرمون رو از دست دادیم و انشالله که خدا به مردم ایران صبر بده. حاج میثم مطیعی عزیز، برادر بزرگوارم آقا حنیف طاهری عزیز. مطمئنا دشمنان سوء استفاده خودشونو میخوان بکنن. خبرهای امروز اسرائیل، آمریکا و انگلیس خودشون رو نشون دادن، همونطور که در موضوعات دیگر در این کشور اتفاق افتاده خودشون رو نشون دادن و مطمئنا ملت ایران قوی‌تر و بهتر نسبت به گذشته انشالله پیش خواهیم رفت. با همه گیر و گرفتاریاشون پای خادمای شما ایستادن. قطعاً میتونه مدیریت کنه. ما از این مراحل سخت‌تر هم داشتیم. اولین رئیس جمهور شهیدمون نبوده. مطمئناً هم از این حادثه با همیشه سربلند رد میشیم. و حرف پیام این ملت رو چی جوری به همه دنیا رسون؟ السلام علی دل شکسته کسی به من میگفت خوش به حالم کشتن همه اهالی ایران. نوکرای امام حسین میخوان بخونن به این زن بدن اما برای همه مونه. تو روابط تونیس رو اصلاح کن به تعبیر مولا امیرالمومنین. برو دست علی به همراهت چه قیامت یا زهرا یا زهرا. Yanım burada cambaz vardı. Qalanlar ayaq altda. Daldan gələnlər gəlməsinlər. Daldan gələnlər dayanın bir ləhzə. Elə orada dayanın burada cambazlar ayaq altda qalanlar. باید دنبال پرچم تا ابد مون şehidi که شدی عاقبت بخیر. Birden biri dedi amma gördün dedim Qeydər Zülcenah'ın səsi gəlir Xeymədən zin vajigu سلام الله gedim balalarını baş üstüne getirim uca ses verin ya ta ebed گفت باید خونلerde Hüseyin harage
مسیری که شروع شهادته یا eller başta hareket ediniz ne kurban کرار خامنه ای نگهدار وای وای بی کس مظلوم من از دیروز ساعت 2:30 تا الان هنوز نخوابیدم تا ساعت 5-6 صبح فقط کارم این بود که دعا میکردم، نذر کرده بودم که انشالله بهترین خبری که فقط سلامتی آقای رئیسی هسته. وقتی ساعت 7 شنیدیم این خبر رو انگار دنیا رو سرم خراب شد. رئیس جمهوری بودش که به شدت مردمی بود، فکر مردم بودش، برای مردم کار میکرد. البته سوای این که واقعا برای مردم کشورش کار میکرد، نگاه منطقی خیلی خوبی داشتش. انشالله که رئیس جمهور آینده با تدبیر و آحاد مردم از فردی صالح انتخاب بشه و دغدغه های هم که هست برطرفش. آینده بسیار خوبه. حالا ما یک بحرانی هست و برطرفش مشکلی نداریم. Ən xahiş edirəm inşallah əzizlər özləri ayət buyursunlar. Dalda yer yoxdur. Bir daha Kəşqapan elə o başa. İran İslami olsunlar behterin hediye ve behterin ruhları yad olsun bu hamd sureyi tilavet ediyor. که از هر مصیبتی پلکانی با نفسم بده حالا که می روی در همین مدت اندک حضور در این استان آنچنان ایران عزیز ما خواهد بود از تراز مطلوب یک دولتمدار اسلامی و الهی فراموش نخواهد شد. شهید ما، وزیر خارجه شهید ما الگویی ساختند برای حرکت آفرینی بزرگی که رئیس جمهور عزیز ما، رئیس جمهور محبوب ما، رئیس جمهور